مقامات قرقیزستان خبر دادند که کورینوف از آخر هفته گذشته در کشور است. تا آوردن به وطن و در امارات عرب بود. تماس با وی از روز 10 اپریل قطع شده است. خبرنگار بولات تیمیروف نوشت مخالف دولت زیر حمایه بنگاه پناهندگان سازمان ملل بود، ولی این هم نتوانست او را از دادگاه در وطنش نجات دهد. به گفته خبرنگار تحقیقگر بولات تیمیروف، حکومت قرقیزستان چند بار کوشیده است کورینوف را از امارات عرب بیارد. در بشکک او را به جنایت وزنین ضد ساخت کنستیتوسیونی ایبدار می‌دانند. تیلکمت خدایبرگن اولو در خارج کشور با همدستانش توسط صفحه‌های سرشماری خود در شبکه‌های اجتماعی پیوسته مواد دارای خصوصیت اغواء‌انگیزی و نوارها با دعوت به ترتیبی‌های عامه نشر کرده تلاش غصب حکومت قرقیزستان را می‌کردند. بولات تیمیروف میگوید برابری رسیدن به بشکک کورینوف شکنجه شده است. وی در روی کورینوف داغی را مشاهده کرده است. دیرتر تیمیروف به نقل از منبع خود گفت کارمندان مقامات قدرتی حتی از وسیله‌های برقی استفاده کردند. ولی وکیل کورینوف در دادگاه این مسئله را مطرح نکرد. من و زیر حمایه‌ام به یک خلاصه حقوقی آمدیم. در این مسئله یگان شکایت نداریم. این سوال حل شد. حامی حقوق تالکان اسماعیلووا میگوید پرونده تیلکمت بسیار نگران کننده است. اکنون به گفته اسماعیلووا باید روشن شود که مقامات چطور فعال مخالف را از امارات عرب به کشور آوردند و چرا او به کشوری داده شده است که آنجا برایش خطر تهدید میکند. آیا وی خبر داده بود که در خطر است؟ یعنی این همه را ما باید روشن کنیم که چیکار کرده می شود. ولی اینکه او را با زوری آورده آشکارا شکنجه کردند نشان می‌دهد که قانون نسبت خدایبرگن بیرحمانه پایمال شده است. چند روز پیش از استرداد کورینوف در بشکک، حامی حقوق ریتا کراسارتووا را بازداشت کردند. او پس از نشر یک نامه کورینوف در فیسبوک دستگیر شد. به گفته کراسارتووا مخالف حکومت خواسته است که اگر به او حادثه رخ دهد این نامه نشر شود. خانواده تیلکمت کورینوف در امریکا است. تا آمدن به دبی وی هم آنجا بود. به سفر امارات عرب به گفته مخالف او را وکیل پارلمان امیل ژمگیرچیف تشویق کرد. همسر کورینوف در صحبت با بخش قرقیزی آزادی گفت از ناپدید شدن شوهرش به پلیس دبی شکایت برده است ولی پاسخ نگرفت.